در دولت نهم و دهم چیزی حدود 21 میلیارد دلار نفت به چین فروختش. پولش به ما دادن؟ نه، رفتن توی حساب تو چین. واقعی صحبت. بعدش گفتن خب این پول میمونه توی حساب، توی حساب ما برابر 21 میلیارد دلار به شما اعتبار میدیم. پول خودمون اونجاست. شما 21 میلیارد دلار رفتی توی بانک گذاشتی، حالا بانک میگه تو 21 میلیارد دلار اعتبار نداری. از اون دیگه، از این تحقیر آمیزتر در سطح روابط المللی میشه در واقع به یک کشور رو تحقیر کرد. حالا که اعتبار به تو میدیم، تو باید این اعتبارات بیمه بکنیم، سال 4.5% سود بهش بدیم و پروژه‌ای که ما خودمون اجراش میکنیم پیمانکاش هم باید به ما بدیم. همه امتیازات از شما میگیرن. برابر 21 میلیارد دلار چقدر به شما اعتبار میدم؟ 16 میلیارد دلار. 5 میلیارد دلار هزینه اعتبار. این اون بدبختی که سری ملت ایران وارد. بعد حالا میرن اون 16 میلیارد دلار میگن آقا ما رفتیم از چین اعتبار گرفتیم. ما رفتیم از چین اعتبار گرفتیم. آقا این چه خفتیه؟ این عزته؟